خب چه حسی دارین؟ شما تمام این تمرینات رو انجام دادین. بعضی از شما ممکنه حس کنین که از پا در اومدین. یا ممکنه حس کنین یه خورده خسته شدین. بله، شما هیچ وقت این همه زمان به خودتون نگاه نکرده بودین. میفهمم، قابل درکه. دیگه چه حسی دارین؟ تنفستون چطوره؟ فقط چک کنین که تنفستون چطوره. تنفستون یه خورده آزادتر شده؟ شونه هاتون چطور هستن؟ حس میکنین که یه مقدار سبکتر شده باشن؟ حس میکنین محفوظتر هستین؟ حس میکنین که دیگه میدونین هر تکه از شما کجاست؟ به جای این که بگید ای خدا تمام تکه های من همه جا پخش شدن، شما یه لیست موجودی از خودتون گرفتین. تصمیماتی برای نگه داشتن یا رها کردنشون گرفتین. دیگه میدونین همه چیز کجا هستن. حالا شما حس کنترل بیشتری به زندگیتون دارین. کنترل دارایی هاتون، پولتون، روابطتون و توافقاتون. و این به شما اقتدار شخصی میده. و بله، احتمالاً به شما مقداری آزادی میده. چرا که وقتی که یه بار واقعاً این چیزها رو دور بندازید، اونایی که غیر ضروری هستن، شما برای چیز جدیدی آماده هستین. خب بیاین بازبینی کنیم. شما در طول این قانون چی یاد گرفتید؟ شما یاد گرفتید که کشف کنید که چه چیزی برای شما ضروریه و چه چیزی غیر ضروریه. و باز کاری که کردیم این بود که به جای تیک تاک ذهن آگاهمون، ما از اون برای ساختن یه لیست استفاده کردیم. بله، این کارو کردیم. بعد چشمامون رو بستیم، به ذهن ناآگاهمون رفتیم و بعد از فضای ناآگاهمون تصور کردیم. درسته؟ بعد از عواطفمون سوال کردیم که چه احساسی میکنیم. از بدنمون پرسیدیم که چی حس میکنیم. تمام این اطلاعات رو از این که چه چیزی برای ما ضروریه و چه چیزی نیست به دست میاریم. و هنوز تصمیم با شماست که میخواین اونو حذف کنین یا نکنین. و چگونه این کار رو بکنین؟ این مربوط به شماست. اما حالا داده‌های بسیاری دارین و احتمالاً این حس خیلی خوبی میده. غیر از این که شما شروع به کم کردن غیر ضروریات کردین، حالا دیگه در مورد وضعیتتون میدونین. الان میتونی خونه های ما رو تصور کنی. یادم میاد که این کار رو با کارلوس کردم. من به خونه رفتم، به آپارتمانم و کاری که کردم اون رو به فلانجا پست کردم. این رو در گودویل قرار دادم. اون رو در ایبی برای فروش گذاشتم. این رو میدم سارا، اونو میدم به پدر بزرگم، مادر بزرگم، همه دارایی های اضافی. مخارجتون چطوره؟ مخارجتون حالا یه مقداری کمتر شده؟ بله، روابط و قراردادها. باید نگاهی به ویدیو جایزه بندازین. احتمالاً شما هنوز نیاز دارین که اینها رو دوباره انجام بدید و دوباره مذاکرهشون کنین. و ما براتون توضیح میدیم که چطور این کارو کنین. اما شما شروع کردین که غیر ضروریاتون رو کم کنین. شما باید قصد کنین که بذارین چیزهای مسلمی از زندگیتون برن یا تغییر کنن. فوق‌العاده است. شما حس آزادی بیشتری میکنین. در آخر یاد گرفتین زندگی رو بدون مزاحمت دست و پاگیر غیر ضروریات به آزادی اکتشاف کنین.
اگه تو گاراژتون ست ورزشی ندارین، اگه این مخارج اضافی رو تو هزینه هاتون ندارین، اگه این دارایی اضافی رو ندارین، شما آزاد خواهین بود. شما آزادید. آزادترین. شما بعضی از زندانهای خود تحمیل شده رو نابود کردین و حالا شما آزاد هستین که کار دیگه ای بکنین. چطور میتونیم بعضی از ابزارهای گفته شده رو در آینده زندگیمون استفاده کنیم تا بار دیگه زیادی انباشته نشیم؟ پرسش خوبیه. بیاین بازبینیش کنیم. بسیار خوب. بیاین فکر کنین که شما میخواین دوباره چیزی بخرین. بله، ممکنه حتی تو هزینه هاتون باشه. بسیار خوب. اما شما تو فکر خرید چیزی هستین. قبل از اون که این کار رو انجام بدین، زمانی رو به خودتون اختصاص بدین. چشماتون رو ببندین. چند تا نفس عمیق بکشین. از خودتون بپرسین آیا الان زمانش هست که این چیز رو بخرم؟ انگشتاتون رو به شیوهی که یاد گرفتین قفل کنین. بر مبنای بخشای دیگه خودتون تکه‌های دیگه اطلاعات که به شما داده شده انتخاب کنین که بخرید یا نخرید. عالی! حالا در مورد دوستان و روابط از ما خواسته شده که به جشن تولد یکی از دوستامون بریم. میدونید فرد دیگه این برنامه رو برای شما ریخته. اما از شما به عنوان یه مهمون دعوت شده و این ممکنه دوستی باشه که باعث بشه احساس بیماری کنی. ممکنه این دوستیه که مدتی قبل چند سال قبل با اون مشاجره داشتین و آشتی نکردین. پس کاملا مطمئن نیستین. دوباره با ذهن آگاهتون در لب مرز هستین که برم، بمونم. پس برای خودتون یه زمان ساکتی پیدا کنین. چشماتون رو ببندین. چند نفس عمیق بکشین. انگشتاتون رو تو هم قفل کنین و از خودتون بپرسین. نه تنها خودتون رو تصور کنین، بلکه خودتون رو تصور کنین که به جشن میرید. انگشتاتون رو بکشین. اگه قفل موندن شاید میخواین برین. اگه از هم جدا شدن شاید که نمیخواین برین. و قراردادهای دیگه. قبل از اون که قرارداد بعدیمون رو ببندیم، قبل از اون که دست بدیم و معامله رو انجام بدیم، ممکنه که شما دوباره بخواین که زمانی رو به خودتون بدین. چشماتون رو ببندین و چند بار دم و بازدم کنین. انگشتاتون رو تو وضعیت قرار بدین و تصور کنین و از خودتون بپرسین آیا این قراردادیه که الان لازمه که من ببندم؟ انگشتاتون رو بکشین و ما این گزاره‌های اطلاعات رو خواهیم گرفت و هر طور که خوشایندتون هست عمل کنین. خب این پایان گشت و سیاحت ما تو قانون دوم بود. بعد از ویدئوی جایزه ما به سراغ اصل سوم اقتدار شخصی میریم. به امید دیدار.